خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده رسول ҳодизода. تهیه و سداد رامین ҳодизода. حجت‌هایی برای مسکو ضروری و بلیت قطاره برای 22 نوامبر در دستم بود. استاد عینی را در قطار سران اکادمیه و شاعر و نویسندگان به سمرقند در وگان شناس حکومتی گسیل کردم. بعد از 2 روز به راه مسکو برآمدم.